خوب پایین دارن میگیرن برای دوستانی که از راه دور نزدیک پیام میدن که پایگیری بهشون یاد بده. این اول مرحله که میان روی میل سوپاپ. ببینید روی میل سوپاپ یه صفر داریم، یه چاک داریم، یه تی اینجا. ببینید بعد میاد روی این قاب باز همون نوشتار داریم. اینا باید روبروی هم قرار بگیریم. میریم مرحله بعد دلکو. ببینید دلکورم، یعنی دلکو این قاب مشکی رو میزنی کنار، این سر چکش برق یه دونه خط هم اینجا داره. اگه ببینید این سر چشم روبرو این تنظیم میکنه، تا این بیخور باید بچرخه روبرو این تنظیم میکنه. میریم سراغ دنده فرایبک. ببینید این هم صفر و تی و این فلشی که میبینید این هم فلش روی گیر باکس اون دنده فراویلم که داخل صفر و تی. این حتی موتور بالای اینجا جا نمیده. من گفتم فیلمت بهتر از این براتون میگیرم، ولی موتور بیارم پایین قشنگ براتون توضیح میدم. اینو داشته باشین، با من همراه باشید.